اینک روزی چندم می شود که یکی از مسنجرهای معروف یعنی واتساپ شرطنامه خود را از نو میکند و مشتریان اندروید و آیفون پیام در خود قبول کردند که باید آن را قبول کنند. این گوییم نوگانی ها از 8 فوریه سال 2021 گوییم به کار می درآید و اگر شما تا آن وقت این شرطنامه را قبول نکنید از واتساپ استفاده برده نمیتوانید یا باید اکاونت واتساپ خود را گوییم کور کرده باشید. اینچنین اگر ورسی اندروید شما یا سمارت فون شما کهنه باشد من بعد شما چون واتساپ را اپدیت کرده نمیتوانید و از آن استفاده برده نمیتوانید. اینک برای الटरनेटिव استفاده برندگان میتوانند از تلگرام، مسنجری با نفوذ یا وایبر استفاده برند. مؤسسی تلگرام پاول دورف باشد میگوید که البته با این سبب خیلی وقت‌های اخیر استفاده برندگان به تلگرام میگذارند. سببی به عمل آمده این نوگانی ها در آن است که مسنجری واتساپ را شرکتی فیسبوک خریداری نموده است و با مقصدهای پیشبردی تجاری آنها میخواهند معلومات های استفاده برندگان را هم واتساپ و فیسبوک را در یک جا جمع نموده بهری اساساً به فکری دو به تجارت استفاده برند. چون مؤسس تلگرام میگوید شرکت فیسبوک همگی در سال 2019 هم تخمینا 10 میلیارد دلار را به مارکتینگ و پیشبردی شرکت صرف کرده است و آنها با شریک خود گوییم واتساپ در آینده نقشه های زیادی دارند. اینک شما خودتان تا حال از واتساپ استفاده می‌برید یا اینکه به دیگر مسنجرها گذشتید؟ در شرح ها نویسید. با ما باشید دوستان برای کار.